هنوزم از این نشانگر قدیمی موس استفاده میکنی؟ خب این خیلی دیگه قدیمی شده. بیا تا بهت بگم چطوری میتونی شخصی سازیش کنی. مرورگرتو باز کن و سرچ کن کاستوم کورسور و وارد اولین وبسایت شو. حالا میتونی از بین تمام این مدل‌های متنوعی که میبینی هر کدوم رو که خواستی به سلیقه خودت انتخاب کنی. برای مثال من تونگ تونگ سحور رو انتخاب میکنم و روی گزینه اد میزنم و بعد اینستال ناو. حالا اد تو کروم رو میزنیم و بعد اد اکستنشن. بعد از دانلود اکستنشن یکم میریم پایین و گزینه مور رو میزنیم و دوباره اد رو میزنیم. حالا فقط کافیه از این گزینه پازل بالا وارد اکستنشن ها بشید. بعد اکستنشنش رو انتخاب کنید و مدل مد نظرتون رو انتخاب کنید. حالا همونطور که میبینید داخل یوتیوب یا هر وبسایت دیگه ای پوینتر موسمون تغییر کرده. به همین راحتی. این ویدیو رو هم بفرست برای هر کسی که عاشق شخصی سازی ویندوزه.